رسول الله صلی الله علیه و سلم بشارتی بزرگ برای امت خود داده است و فرموده است: الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامه. روز قیامت روز خیلی ها سخت و دشواری است. روزی است دلها و جانهای همه انسانها به لرزه در می آید. روزی است وحشت همه انسانها را فرا می گیرد. روزی است جز سایه رحمت الهی دیگر سایه وجود ندارد. در آن روز دو یار با وفای به خدمت بندگان خدا قرار می گیرند و از بندگان خدا شفاعت و خیرخواهی می کنند. یکی روزه ماه مبارک رمضان و دوم قرآن هدایتگر می باشد. روزه به پیشگاه خدا ایستاد می شود: پروردگارا، این همان بنده تو هست که در دنیا از خوردن و نوشیدن و از محرمات و خواهشات نفسانی باز داشته بودم. قرآن به پیشگاه خدا ایستاد می شود و می فرماید: پروردگارا، این همان بنده تو هست در دنیا محبتی که با تو داشت، انسی که با من داشت، شبها خواب شیرین خود را از دست می داد و خود را مصروف تلاوت با من می کرد. پس شفاعت و خیرخواهی مرا در حق این بنده بپذیر. چه مژده بزرگی است رسول الله صلی الله علیه و سلم برای من و تو داده است. شفاعت روزه ماه مبارک رمضان وقتی نصیب من و تو می شود، ما از ماه مبارک رمضان استفاده درست کرده باشیم. در حق رمضان مبارک خیانت و جفا نکرده باشیم. در ماه مبارک رمضان از گناه و معصیت خودداری کرده باشیم. شفاعت قرآن وقتی نصیب من و تو می شود، در دنیا با قرآن انس گرفته باشیم. صفحات قرآن را ورق زده تلاوت کرده باشیم و بر معانی آیات آن تدبر و دقت کرده باشیم. اینجاست که شفاعت قرآن و شفاعت روزه ماه مبارک رمضان نصیب من و تو بنده خدا می شود. وقتی که من و شما بندگان خدا از رمضان مبارک استفاده درست نکرده باشیم، رمضان مبارک را با گناه و معصیت سپری کرده باشیم و از فرصتهای طلایی خود برای تلاوت قرآن استفاده نکرده باشیم و از قرآن فاصله گرفته باشیم و قرآن را مهجور قرار داده باشیم، اینجاست چه جایی که شفاعت روزه ماه مبارک رمضان نصیب من و تو شود و شفاعت و خیرخواهی قرآن نصیب من و تو بنده خدا شود. در روز قیامت از من و تو بندگان خدا شکایت خواهند کرد.